عبدالسلام سعیدوف که دختری 5 ساله اش هویدا تلازاده سال گذشته به طور وحشیانه در روسیه از جانب کودک آزار سیامین به قتل رسید، با یک نامه سرکشاده از هموطنان و از جمله از مسئولین حکومت تاجیکستان، رئیس جمهور امامعلی رحمان، رهبر دستگاه رئیس جمهور آزاد رحمان و دادستان کل کشور یوسف رحمان درخواست کمک کرد. حقوقشناس شیرین ابرانووا که این نامه پدر هویدا را در گروه فیسبوکی حقوق انسان نشر کرد، به رادیوی پیام گفت که والدان هویدای غورمرگ مدت 1 سال و 1 ماه می شود که سرسان و سرگردان بوده، آنها به بیماری دل عصب گرفتار شده اند. امکانیت ندارند که حتی فرزند دیگر خردسالشان را که بیماری سخت عصب و معیوب است طبابت کنند. در برابر این مادر مرحوم هویدا با سبب گرانی نرخ بلیط هواپیما نتوانسته است در مرافعه سودی جگربندش هویدا اشتراک نماید. اون کس با من با تلفن برآمد، من گفتم که کاری کنید، میگه که من در روسیه هستم، زنم بیمار است در کلوب، کسی اهمیت نمیدهد، حتی زنم به بیمار خانه ها مراجعت کرد، حتی وای چونین بیماری شده است که خود به خود میغلطد. همین مادر هویدا بیمار شده است که خود به خود میغلطد. شرایطی نداریم و از معاینه های قیمت گذرانیم. مثلا توموگرافی خودش بینید چقدر قیمت است. همه میگه شرایط نداریم گذرانیم. احوال خودم بعد راه به راه فشار خونم بلند، دلم میزند، میگه شرایط ندارم به دکتر روم در روسیه، چون که شهروند اینجا نیستم، هر یک قدم پول دادم در کار. همه خیلی وضعیت ها قطعی به من مراجعت کرد، راستی دلم سوخت. با غیر این فرزند معیوب داشتن که امکانیت ندارن که این معیوب طبابت کنن. باره به آزاده رحمان مراجعت کرده بودیم، موافق قانون که خیلی کمک کنن، نمیدونم. من این باری دویم است که وای کمک میخواهد از دولت تاجیکستان، ای پیشوای ملت، ای آزاده رحمان، ای پروکراتور گنرالی چی میخواهد که در مقامات پروکراتور گنرالی شعبه هست که اویدی مهاجرانی که بیرون از وطنن، آنها باید کمک کنن. چی پرابلمی که مهاجران دارن؟ خواه پرابلمی حقوقی است، خواه پرابلمی مهنتی است، باید که آنها کمک کنن. این حقوقشناس تاجیک به ما گفت که باید از یک گریبان سر برآورده به والدان هویدا کمک کرد. عبدالسلام سعیدوف امروز در این سرسانی رنج تنهایی می کشد، تحقیر می شود، عذاب روانی دارد. کلفت بصری این عائله آمده 2 میلیون مهاجر تاجیک در روسیه را نیز تهدید می کند. بنابر در این قضیه نباید بی‌طرف بود. این جبر دیده به همه طرفه محتاج کمک است. محتاج کمک یعنی حقوق شناسانی برجسته تاجیک هم باشن، کمک کنن میخواهد. متاسفانه من خیلی دورم از روسیه، از تاجیکستان دورم، نه در روسیه هستم نه در تاجیکستان هستم. اگر در روسیه می شدم دریغ نمی داشتم کمک رو. باور کنید من به این کس رایگان کمک میکردم، باور کنید. در چنین روزی وزنین دستگیری هموطن، انا این خیلی چیزها را اگر شما امکانیت نشد به مردم شریف تاجیکستان یا به مسئولین میفهمونده کمک کردن در این خیلی روزها. دگیر خساوف وکیل دفاعی عبدالسلام سعیدوف به پیام گفت که بنابر نداشتن عقد نکاح رسمی در مرافعه سعودی خواستند جبردیده را به مرافعه راه ندهند. وکیلان دفاعی الکساندر سیامین در دادگاه با تکبر حرف میزنند و هیچ گناه این کودک کش را اعتراف نمی کنند. خود سیامین نیز خودش را بیگناه می حسابد. خساوف میگوید مناسبت وکیلان دفاعی سیامین با عبدالسلام و همسر او تحقیرآمیز است و آنها به دادرس میگویند این 2 نفر والدان هویدا نیستند و طلب میکنند عبدالسلام سعیدوف و همسرش از پرونده خارج کرده شوند. Адвокаты стороны, я могу тебе сказать, адвокаты стороны Семина вели себя нагло, дерзко, потому что безнаказанность чувствуется, требовали этого Абдусалома, отца, исключить из дела, что он не потерпевший, он вообще не отец, вот так оскорбительно в любом национальном регионе, где мусульмане по башке дали прямо в суде. Но здесь
играют все в демократию. И мать тоже говорит, это не мать. В общем, такая глупая позиция. Люди ничего не осознали, ни в чем не раскаялись и раскаиваться не собираются. Эта позиция, конечно, абсолютно непонятная, неприемлемая для нас. Но, учитывая в рамках этого, конечно, эту позицию суд не поддержит. Чем они могут его поддержать? Потому что отцовство Абдусамата уже установлено в ходе следствия. Во-вторых, что мать является действительно матерью, и биологический отец, биологическая мать тоже установлена. Поэтому этот вопрос обсуждению не подлежит. Но, тем не менее, они на этом акцентировали внимание. Им больше по существу преступления им сказать нечего. Они требовали прекращения уголовного дела и освобождения Семина, педофила. Вот такая позиция подлая. خود عبدالسلام سعیدوف نیز این را به رادیوی پیام تصدیق کرد و گفت که هرچند نکاح رسمی ندارند در حجت ها نسب هویدا با نسب او آمده است ولی با خطای. اینجا باید یک نکته را ذکر کرد که مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی شهر کولاب که شهادتنامه تولد هویدا طلازاده را داده است، در شهادتنامه نام نسب کودک را تماما بی‌سوادانه درج کرده است. در جایی که نام و نسب پدر و مادر را می نویسند، نام و نسب عبدالسلام سعیدوف طلازاده سعید آمده است، حالان که سعید نه نام عبدالسلام است نه نام پدرش، بلکه نسب عبدالسلام با نام بابایش یعنی سعیدوف است. در شهادتنامه تولد هویدا باشد به جای نام پدر کودک نام بابا کلان کودک نوشته شده است. این چه شرمندگی است! سواد نداری، به جای آن که روزی یک شهروند را سیاه کنی برو از یک شخص صاحب تجربه آخر بپرس. مگر یک مسئول مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی تا این حد بی‌سوادانه به خطا راه می‌دهد؟ کی مردم از دست شما کورسوادان نجات می‌یابد؟ این چه بیدادی است؟ علاوه بر این یک شهروند تا این حد تحقیر می شود که جبردیده را نمی خواهند به مرافع راه دهند. بر ضمن این قاتل فرزندش کودک آزار وحشی کوشش دارد بی جزا ماند. مراجعت من به مسئولین از رئیس جمهور تا آخرین مسئولی که مسئولیت این همه تحقیر شوی و رنج کلفت ها بر دوش شماست این است که نهایت به خدای دو یک بار انسان بودن خود را به یاد آورید. اقلا مسئله حجت کمک کنید. چیزی که از دستتون می آید و خطای این حجت گندیده خودتان است. ثانیاً محترم هموطنان و خصوصاً مهاجران گرامی، این روز در سر هر یکی ما هست. بی‌طرف نباشید.